دیگر خونه. اینش باز از کجا پیدا شد؟ شما با کجا می روید؟ این مسئله از کجا پیدا شد؟ پسرم، ما قرارمون رو دادیم. اول فریده رو برای ترک کردن خانه سرزنش کردم. بعدم فهمیدم که او حق بوده است. اکنون کاسه صبرم لبریز شد. یعنی برای این کاری کردهش شما میخواهید این خانه را ترک کنید؟ پدر، فرزند ما رو دوست دیدند. سالهای دراز از دخترمان بیخبر زندگی کردیم. حتی از مرگش به ما خبر ندادند. به همه این نگاه نکرده این خانه رو ترک نکردم. کفایه نبود که پولهایم رو نیز دوست دیدند. باز به خانه یا شر را قبول کردید. همراه تو آید این موضوع گپ زده بودیم شرف. با تو حقیقت را فهمونده بودم. من گفته بودم که او رو در این خانه دیدن نمیخوام، اما شما انتخاب خودتان را کردید. پس اگر یک شاخه را نجات دهیم دیگر شاخه از دست می رود. مقصد ما شاخه را نجات دادن نیست، بلکه خودی درخت را. پدر برای فرزندهایش جانش را داده ایستاده است. تو باشین خیلی گپ میزنی شرف. این همه نقشه های فریده است. خانم نباهد، آیا تو گپ را نمیفهمی؟ با تو گفته بودم که به اجازت گپ نزن. گفته بودی؟ شرف، فریده، شما قرارتان را دادید. الهی خوشبخت باشید. پدر، اگر اجازه دهید یک سخن گویم. گپ زنم ممکن است؟ گپ زن. پس از گذشتن چندین سالها برای اجازت به خانه دادنتان منت دارم. من احساس میکنم که از بودن من در این خانه شرف ناراحت شد. معلوم میشود که همش عیب من است. اگر من از خانه روم آنها برمیگردند. بعد برای همین من در اینجا زیادتی هم پدر. شرف و فریده به خانه برگردند. سبب رفتن آنها من هستم. من میروم. شرف، آیا تو این رو میخواستی؟ آقای خیردین، پسرمون رو باز پیش میکنی از خانه. در این به وقتی شب کسی رو از خانه پیش نمیکنه. روز شود چارش رو میبینیم. اپا خدا را شکر کی رفت؟ از رفتنش امین هستی؟ بله اپا. کنی رفتیم از پدرم پرسیم که تیمور چی گفت. اوف، انشالله که یگون کوری بد رخ نداده است. راگر رفتیم کنی بینیم چی شده است. پدر؟ او چرا آمد؟ چی میخواست است؟ چی میخواست؟ تو را. برای خواستگاری اپام اومده بود. پدر خوبتر فهمونید؟ بعد شما چی گفتید پدر؟ پدر به تیمور چی جواب دادید؟ پدر چی گفته باشد؟ شرف، اکنون چی کار میکنیم؟ نمیدونم. پدرم بسیار غمگین شدند. میدونم، لیکن چیکار کنیم فریده؟ آخر اکم را به خانه قبول کرد. من نمیتوانم. اکا یشر میرود. اکنون چیکار میکنیم؟ او میرود؟ هیله نیرنگ بازی میکند. تو نمیدانی که او بی‌ناموس است. اگر او را از در پیش کنی از بام میدراید، از بام پیش کنی از تریزه میدراید. اگر پدرم او را پیش کنه چی؟ آن وقت میرود. کنی بینیم سحر میفهمیم که پدرم کی را انتخاب میکند. این مسئله انتخاب کردن نیست شرف. پدرم نیز نمیدوند که چی کار کند. فریده، این مسئله انتخاب کردن است. سالهای دراز تمامی هستی نیستی خودم را برای این عائله بخشیدم.
ба замин агар интихоби падарам яшар шавад ман баромада меравам. шараф ба ҳар ҳол ором шав. илтиҷо мекунам боз ба падарам сухани ноҷо нагӯӣ. фаҳмидам доноҷа, ба ман ақл нишон наде. мақсади ман ақл нишон дода набуд. узр мехоҳам. хайр майлаш. саҳар маслиҳат мекунем. шаби хуш шараф. بیا دخترم خوراکت را خور. خنک می شود. раҳмат холе мақбула. نوش جانت شود. оча барои чӣ дадаам шуморо чех зад? дар бораи чӣ суҳбат мекардед? кай меравем очаҷон? хӯрокатонро хӯред бачаҳо. ҳоло ҳеҷ чиз маълум нест. چی خیلی معلوم نیست. آخر اویله شما با دیگر خانه میکوچید کو. модар ба хотир доред вақте ки мо кӯдак будем мегуфтед ки ба ҳар кор дахолат накунед. این کودک ها بسیار شوخ. تو دیوانه شده ای پسرم. یاشار آیا عقل نداری مگر؟ چخیل خودت را فدا میکنی ها؟ نه شما استید من میروم. خودش جیگر پسرم چیگر؟ چیکار کنم مادر؟ گفتم که پیش از آنه که پدرم مرا پیش کند مرد بر این خودم روم. با کجا میروی ها؟ با کجا میروی؟ آیا همین خیل گفتنت شر بود مگر؟ از کجا دانم؟ یکی از آنم برآمد. بسیار خوب کردی. کنی بینیم عاقبتش چی میشود. مادر بیهوده با امید نشو. شرف و فریده را مانده مرا انتخاب میکند. اوف یاشار اوف. اکا لبه در حقیقت میروید. اکای شرف به سر پدرم فشاری زیاد آوردیم. از روزی که از محبس آزاد شده است روزی آرامی را ندیده است. آیا سبب ناآرامی پدرم من هستم امیر؟ البته شما نیستید. البته که من نیستم. پدرم همسری مرا و همسری خودش را در بلا گذاشت. از گناه مادرم میگذرم. به هر حال او مادر است. لیکن من اکام را نمیبخشم. خیر چیکار کنیم؟ آخر او برادری ما است. تو هم طرفداری او هستی. من طرفداری یگان کس نیستم. معلوم اکامون علاقه فعالیت را سر کرده است. به نزدیکی با فوتبال بازی هم میروید. بعد هر ماهیگیری میروید. من منتظر قرار پدرم میباشم. کو بینیم سحر چی میشود. اگر پدرم اکام را پیش نکند چی؟ این خیلی باشد با شما. خوشبختی تمنا دارم. پدرم چیزی شده است. نه نشه با او چیزی نشده است. عجبا تیمور با او چی گفته باشه؟ بیا رفته از پدرم بپرسم آخر. نه نمیشود. الکی وقتی خواب رفتن شد. بگو همش رو میفهمیم. ای اپا این خودش چی گفت؟ تو حال بچه ها شما نخوابیده اید؟ این را پشیدن نتوانستم. مایلش کنی زودتر شیرین نکنی من. خداوند به شما خوابی خوش نصیب کنه. با خونه نو کی میکوچه ماچا؟ پسرم حالا معلوم نیست. اگر خونه نو گیریم که ها همراهمان میروند. پدرم نیز با ما میرود ها؟ البته میرود پسرم. بابایم چی؟ نه چی خیل چرا بابایم نمیرود؟ اما
امکی امیرچه او رو هم همراهمون میبره؟ من امک یاشار همراهم میخوام. بسیار آدم شوخ است. بچه ها کنی خوب کنید. حالا یکون چیز معلوم نیست. جونکونی من سحر شود مسیحت میکنیم. خوب اوچه جان درک شده ایستد؟ خوب شده است جونکم. شفق فوراً وا خوردنمان در کار. در این صبحیدن باز چی گپ شد؟ تا سحر نخوابیدم. سرم در بلا مانده است. بخیر مادر. بچه کار مشغولید؟ جای کار میکنم. کار میکنید؟ آخر تو مرا نمیخواهی؟ من باشم برای خود جای کار میکنم. شما کی به خونه نو میکوچید؟ نامعلوم. چی نامعلوم؟ دیروز اکت به من گفته بودی که همراهی شرف به خانه دیگر میکوچید. گفتم اما کارها بد شد. کنی به من فهمون دیروز چی گپ شد؟ شرف گفت که از این خونه میرویم. بدرم اکه یاشار رو به خونه قبول کرده است. چی؟ همینش نمیرسید. آخر پدرم هم چی کار کند؟ خیر میلش. بین هم شرف این رو قبول کرده نمیتواند. اکه یاشار گفت که شما ایستید من میروم. همین خیلی بعد چی شد؟ با همین خاتمه یافت. بعد از قرار پدرم همش معلوم میشه. این خودش چی گپ؟ گویا آقای خیریدین قاضی این خانه باشه. مادر او کلانی خانه است. توبه. برای پراکنده نشدن اویلش تلاش میکند. صبح بخیر آقای خیریدین. صبح بخیر پدر. صبح بخیر خوشرو حکیمه. چی گپ شد؟ رنگ و رویتون پریشان است؟ با آقای خیردین سلام دادم، حتی برایم نگاه نکرد. من هم صبح بخیر گفتم. گشته نگاه کرد اما جواب نداد. تو رو که نگاه کرد من از همینش محروم شدم. مادر یگون گپ گفت؟ آیا قرار داد که من روم یا که آنها؟ پسرم با تو گفتم که برایم نگاه نکرد. مرا همچون انسان میشمارد. پس من چیکار کنم؟ صبر کن، منتظر است که همه بیدار شود. دیر نگذشته قرارش را میگوید. راننده همه چی را فاش کرده است. پس چرا من از این حادثه بیخبر ماندم؟ دادستان چیکار کردن است؟ چیکار کردنش عیان است. روی راست اغوا می کند. حجت ها را تیار کرده است، اما پرونده نگشوده است. آیا آیدی من در دستش یگان معلوماتی هست؟ او ایمن است که در درون یک طرفدار ما وجود دارد، اما نامش را نمیداند. نامش در هیچ کجا ثبت نشده است. اصلا به مقصدش رسیده نمیتواند، لیکن با کمک آن حجت ها میرسد. اگر کار رو تا به اینجا آورده باشد به زودی نام مرا فاش میکند. ما از خیریدین میترسیدیم. باز علاوه بر این او دردی سرمان شد. من از خیریدین نمیترسم آقای شفق، از او شرم میدارم. خیریدین مرد و دلیر است. این باشد انسانی بیناموسی نامرد.
از تو چی خواست؟ مبلغ و چی؟ دخترم یاسمن را خواست. یعنی چی خیل؟ برای خواستگاری؟ خوراک شام را یک جای میخورن. ساعت 8 آمده او را میگیرن، پس آن او را برگردانده میارن. او دیوانه شده است، بی ناموس. او چی کار کردنش را میداند؟ باید در حال یکان چاره اندیشیم. قبل از ساعت 8 کارت را انجام دهی خوب میشود. غالب، هرگز یکان کاری نامعقول نکن. این کار را به دوش من بگذار، فهمیدی؟ اگر به دیوانه فهمانی که دیوانگی نکن، بر قصد کاری کرده کارش را دوام میدهد. غالب، حیات همه ما را میسوزانی. صبر کن گفتم. من خودم حل میکنم. تا ساعت 8 انتظار میشوم. ساعت 8. نشه падарам нестанд ку дар утоқашон нестанд магар? субҳона нохӯрда рафтаанд. ин чӣ гап бошад? ягон гап ҳам нагуфта рафтанд. ҳоло ман намедонам чӣ кор кунам. падарам нагуфтанд ки темур чӣ гуфт? амир бошад бегоҳ ба хӯроки шом меояд. чаро амирро ба зиёфат даъват кард падарам? ҳеҷ нафаҳмидам. мехоҳад ки шинос шавем. гӯё оянда домодаш мешуда бошад. худо хоҳад мешавад. неше аз барои худо ҳоло ҳеҷ чиз маълум эҳе, падарам беҳуда ӯро даъват накардааст. имшаб ягон кор мешавад. неше зудтар чойро биёр. корам ҳаст, вақти бо ту гап заданам надорам. صبح بخیر پدر. صبح بخیر پسرم. یاشار 1 دقیقه است. میخواهید که من بیروم پدر؟ نه، این کار بازی نیست. تو را با خانه قبول کردم. در اینجا میستی. من میخواهم که تمام فرزندهایم همراه من باشند. قرارم رو دادم. حالا تمام نکردم. روزنامه ها رو دیدم. اعلان ها رو اشاره کرده ای. آیا جای کار میکنی؟ بله پدر. یافتی؟ نه، هنوز نیافتم، لیکن انشالله میابم. برای واخوری به یک چند کس مراجعت کردم. من برای تو جای کاری یافتم. کاری افتید؟ در کجا پدر؟ در گلخانه. کدام گلخانه؟ گلخانه تو شرف. چی؟ اینقدر عصبی نشو. زمین رو با پارو تامین میکند. لینچه های پارو رو میکشاند. خورهای تازگی رو نیز میکند. من نمیخواهم. شما باشید او را باز همراهی من روان میکنید. من از این آدم بیزار شدم. گوشت از ناخن جدا نمیشود شرف. بسیار چیزها را نمیدانی. انتخاب پدر، مادر و برادران از تو وابسته نیست. این در تقدیرت میباشد. برای تو امتحان است. صبر کن. خدا باشد صابران را به مکافات نمیگذارد. پدر گوشت و ناخونگویی را یک طرف مانید. این ناخون از گوشت کیها باز کنده شد؟ شرف،
یاشار در گلخونه تو کار میکند. اگر در نزد تو یک ذره قدر داشته باشم به خاطر من بگذار با تو کار کند. پراکندگی از نفاق خیزد، پیروزی از اتفاق. شرف؟ فریده وقتمون کم است. خانه اجاره میگیریم. چی شد؟ سخنم رو شنیدی؟ شرف چی شد؟ پدرم چی گفت؟ یاشار در این خانه نیست. آیا پدرم شما را از خانه پیش کرد؟ نه، نمیخواد که هیچ کدامی ما از این خانه برویم. لیکن ما میرویم، همین خیل؟ بله. آیا خواستی تو هم همین نبود؟ بله، اما با مادر در این خانه زندگی کردن مشکل است. از دیگر طرف دلی پدرت رو شکنیم. یعنی مقصدی من اگر به روزگی او رویم چی می شود؟ فریده، حالا وقت ندارم که با تو مشغول شوم. علاوه بر این یاشار را به گلخانه همچون کارگر قبول کرد. چی؟ من نمیخواهم، فرمان پدرم است. شام و سحر فرمان میدهد. شاید یگون چیز رو میدوند. این خیل نگو. بسیار خوب، از این پس هم کاری میدانستگیم رو میکنم. شرف، فریده، در این کار گناهگار خودی تو هستی. تو نگفتی که من دیگر با آن خانه نمیروم. من هم گپی تو را گوش کردم. حالا باشد مرا در نیمه راه تنها میگذاری؟ نه، نمیگذارم. بسیار خوب، نباشه زودتر یگان خانه یاب. لیکن یگان کس از خانه جستنت خبر نیابد. از این خانه من دلگیر شدم. خواطر نشه، به هیچ کس نمیگویم. مایلش، تو بزدید. تو بزدید. مادر، نمیدانم که شادی کنم یا غمگین شوم. چرا غمگین میشه پسرم؟ در همینجا استقامت میکنی. شرف و فریده رو نیز قبول کرده است، دانسته گیر. اکنون به یگان جای نمیروم. آقای خیردین قرارش را برآورد. مادر، کار دیگر نبود که مرا پروکشک تعیین کردند. جانکم هیچ گپ نیست. آخر دماغهای من نازکند مادر. به هر خیل بوی طاقت نمیکنم. دلم به حضور می شود. هیچ گپ نیست. یک مرتبه میپرتوی، دو مرتبه میپرتوی. من نمیدانم به گلخانه چی خیر روم. شرف مرا به چشم بد می نگرد. ناگاه وای مرا در سر زمین زند چی؟ بس کن یاشار. سبسته رو بس کن. یگان چاره دیگر نداری. خیز لباسات رو پوشیده تیار شو. من یگان روزی خوب رو میدیده باشم. یاشار، به این سن و سالم تمامی کاری خانه بر دوش من است. کنی خیز از جا. مایلش من رفتم. جزوه هایتون در کجا هست؟ در پایان می باشند. بچه ها می روید؟ بله اوچه. آچه شما با کی گپ می زده؟ با پدرت؟ دادم چه گفتم کی ما رو میگیرن؟ بچه ها اینقدر زیاد سوال ندهید. من خسته شدم از همین سوال. ما رو ببخشید اوچه. هیچ گم نه پسری خوش رویه که من. شما روید به پایان، من حاضر می آیم. مادر، چرا از پسی در ما رو گوش می کردید؟ گویا گوش کردم و چیزی رو فهمیدم فریده. خوش آمدید پدر جان. خوش باشی. یاسمن نیست؟ حاضر برآمد. به مکتب رفت. باز کمی چیزی خرید میکند. شب به خانه امان مهمان می آید. چه مهمان؟ رفیق اپم آقای امیر. امیر؟ فراموش کردید پدر؟ پریشان حال شدم. خوش آمدی دخترم، مرحمت کن. خوش باشد خاله جان. با اپای فریده بخوردن میخواهم. فریده به خونه اش رفته است. فهم خاله جان، تشکر زیاد. سلامت باش دخترم.
دخترم چرا اینها رو جمع میکنی؟ آیا امروز به خانه بر نمیگردیم مگر؟ فریده دخترم به تو میگویم، فهمیدم که با ما گپ نمیزنی، لیکن وقتی که سوال دادم جواب ده آخر. لبای فکر کردم که به خانه بر میگردید، برای چی دیگر انجام هایت رو میبری؟ لازمه. کی رو میکوبی دخترم؟ وای با من اپای فریده لازمند، گفتند که در اینجایند. مرحمت درو درو. در بولو. یوسمن اپای فریده ما رو ببخشید که آگاه نکرده در اومدم. هیچ گپ نه. چی شد؟ یگون مرتبه با امیر گپ زدید؟ نه چرا؟ همین خیل امشب به خونه ما میآیند؟ نمیدونم. من هم نمیدونم، برای همین آروم شب بعدتر گپ میزنیم. بیا به خونه دیگری ما میرویم. فریده ما رو با دوگانت شناس نمیکنی دخترم؟ یوسمن خوش دامنم. شاد شدم خاله جان. من هم دخترم. سلامت باشید. تو هم سلامت باش. اینها چی کار کردنی هستن؟ دیوانه میشوم. خوش دامنتون همین کس است؟ بله. عجایب بوده است. فعلش همین خیل است. تو رو هم بسیار با دقت نگاه کرد. خیر هیچ چیز. شما به خونه‌تون بر نگردید؟ نه. شرف میگوید که به خونه دیگر میکوچیم. یوسمن پدرم بسیار غمگین میشود. من باید امروز خونه نمیگفتم اما خوشم ناامد. روحبا قهوه آوردم. میبخشی من ندیدم، نخوش شد. هیچ گپ نه، باز تیار میکنم. نه نکن، لازم نیست. نه در حال تیار میکنم. میدونم که میخواهید. سلام. سلام. شرم نداشته آمدی ها؟ پدرم فرمان داد، خودت میدانی. از کی باز فرمانهای پدرم را گوش میکردگی شدی؟ از همین روز. من در عمرم تو بر این انسانی احمق و بیناموس را ندیدم. شرف، من اکی تو میشوم. با اینجا هم به خاطر پدرم آمدم. حالا گپ زن که کدام کار رو انجام دیم. اگر نگویی شب خودت پدرم رو میفهمانی. بسیار خوب بسیار خوب. اگر تو رو پیش کنم پس تو در نزد پدرم پسری خوب و فرمان بردار میشوی، من باشم فرزندی بد. خواهش پاروکشی ندارم. سخنهای گفتد معقول. حاضر من با تو نشان میدیم. امروز کسی نیست که مرا یاری دهد. بینا پروهای آورده رو در کجا پرآورده؟ در جای همه وقته از اله گذراندن لازم است. جای پروها رو دیدی؟ کارو سر کن. همه گلها رو با پرو تامین میکنی. یک تا قهوه. هوا اینجا بسیار بد. در بوی پرو نفس آدم میگیرد. بیا از اینجا میرویم در بیرون قهوه مینوشیم. همه این پروها رو با دست هم میبردارم. آیا یگون دستکشک نیست؟ نیست. اوف، همین هم کار شد. نخود من بر این آدمی با آبرو این خیل کار کنم. اگر امیر گفت که می آیم حتما می آید. با پدرم وعده دادند.
میآیند یا نه نمیدونم. اگر خواهی زنگ زده پرس. من زنگ نمیزنم. آخر من زنگ زده چی میگویم؟ خوب نمیشود. راست میگویی. خیر من زنگ میزنم. سلام علیکم. مرحمت اکا. برای معشوقم یک دسته گل زیبا میخواهم. از کدام نمود باشد اکا؟ از 100 برگ‌های سرخ یک دسته تیار کنم؟ نه، 100 برگ از مود رفته است. میخچه گل باشد بسیار خوب میشود. میابیم اکا. بسیار خوب. در بینش گل‌های بنفش رنگ هم گذارم؟ نه، تنها سفید باشد. خوب شده است اکا. تنها میخچه گل. با شما کی لازم است؟ ساعت 8 واخری دارم. گل دسته را تا ساعت 7:30 تیار کرده مانید. آمده میگیرم. مایل شکر. خوش باشه. رحمت. رحمت کمیسر. هیچ گپ نیست. لابا ینگا. آها امیر، بخشش که شما را در وقتی کارتان ناراحت کردم. این خیل نگویید. آخر باید شما شام به خانه یاسمن می رفتید. بله. ها یعنی می روید همین خیل. مجبور می روم، وعده دادم. وگرنه پدرش هر خیل گمانهای بد می کند. فهمیدم. تمام. بخیر است؟ هیچ. یاسمن خواطر شده است. با شما است؟ در نزدم است. سلام گویید. سلام می گوید. ساعتی چند می آمدند؟ یاسمن می پرسد که ساعتی چند می آید. نمیدونم. تقریبا ساعتهای 7:30 به 8. ساعتی 7:30 به 8 می شود. می شود. مایلش ینگا. تو بزدید. خیر سلامت باشی. چی گفت؟ خودت گوش کردی کن می آید. ای اپای فریده، چی نمود خوراک تیار کنم؟ دلت هر چی گوید همون رو کن. فهمیدم لیکن امیر هر خوراک را دوست نمی دارد. گوش کن، خوراکی با بلغوری را دوست می دارد. بلغوری را بسیار نقش می بیند. خوش باشید. اینقدر کارها رو چه خیلی انجام میدیم نمیدونم. اول باید خونه رو توزه کنم. آیا در خانه شما خدمتگار نیست؟ نیست. یگون کس با پدری من معقول نمیشود. خدا خواهد نیت یگون کس رو به کار گرفتن داریم. حتی چند مرتبه پدرم رو مجبور کردیم که اعلان نویسند. اما خدمتگارها به شرطهای پدرم راضی نمیشوند. چرا؟ آخر پدرم در اعلان نوشتن که شخصی با معرفت، خوش معامله و پاسبان لازم است. انسان ها فکر میکنند که اینها اسبان میجویند. ای دیر شد. من با نزد بچه ها میروم. شما ها میروید؟ مالش میرویم. مادر من امروز دیر میآیم. کودک ها که آمدن از خانه بیرون نروند. مایلش. سلامت باشید. اسبان بوده است. یاسمن، من امروز همراه تو به نزد کودکان نروم میشود؟ میشود اما برای چی؟ کاربار خانه. مجبور باید خانه کوبم. شرف برای خانه کوفتن پول داده بود. در فکری پدر شوهرتون هستید؟ البته در فکری او هستم. هم او و هم کودک از یکدیگر جدا شدن نمیخواهند. آنها در سرجمی عادت کردند. خوشدامنتون چی؟ همراه شما زندگی میکند؟ نه، با خوشدامنی من زندگی کردن دشوار است. خیر مایلش، بعد گپ میزنیم. تو بازید. سلامت باشی. الو. سلام اولی جناب. من برای اعلانی دادگیتون زنگ میزنم. کدام اعلان؟ برای خونه‌تون یاردمچی میجوسه. بله. اگر وقتتون باشد آماده یک مصلحت کردن میخواستم. مایلش میشود لیکن پگاه میخورید. البته خودتون میدونید. اما اگر وقتتون باشد نیم ساعت برای واخوری کافی میباشد. من با شما یک مرتبه واخورم پس شما خودتون به خلاصه بیایید. خیر مایلش، سراغ را نویسید.
از کدام حیوان باشد؟ نخواد که یک شاهزاده خانه را، پسر یگانه مادر را اینقدر ظلم کنه. نمیکنم دیگه. تو راحت داری که نه درد داری و نه غم. در زیرت اینقدر پاروی بدبو رو میریزم، حالا هم بوی مشک میکند. حلالت باد، کیف صفا، به خدا حلالت باد. اون مرد اکاتون می شود. گویا که اکا هم است. با گمونم که جنگ و جنجال خونهتون حالا هم دوام دارد. دوام دارد پینار. فریده به خونهتون نامد؟ نه، نیتی برگشتنم ندارد. یعنی از هم دیگر جدا می شوید؟ نه جون اکا، چه خیلی جدا شدن. با دیگر خونه میکشیم. رفتیم. خسته نباشید. رحمت، شما هم خسته نباشید. خانه برای اجاره لازم است؟ بله. مرحمت به درون دارید، به شما یاری میدهیم. رحمت. خوش آمدید. بچه ها دستهایتون را محکم دارید. حالا تاب میخوریم. اول به طرفی راست سر کردیم. 1 2 3. حالا باشد به طرفی چپ. 1 2 3. شما دوام دهید. بچه ها اگر من هم نباشم شما باید که مستقلانه مشق کنید. هزاران نفر شما را تماشا میکند. کنی شما کارتون را ادامه دهید. 1 2 3. به طرف چپ. 1 2 3. تو رو به یگان کس نمیدهم یاسمن، نمیدهم. یاسمن تیمور بچه ها شما مشق را ادامه دهید. وزیر من میآیم. خسته نباشید. تو را آخرین مرتبه به کودکان لباس تقسیم کردن رو دیده بودم. شکر که خیلی هم پیشروی است. چی کار میکنی؟ در اینجا چی کار میکنی؟ چی میخواهی؟ تو رو دیروز با پدرم چی مصلحت کردید؟ با تو نگفت؟ نه. تخمین کردم. پس امشب یک جایه به خوراک شام میرویم. چی؟ خوراک شام؟ کی میرود؟ تو چه ها میگویی؟ امشب ساعت 8 رو آمده میکردم. پدرت نگفت؟ پدرم گفتند؟ پدر انسان خیلی بافهم است. ساعت 8 تیار شو، آمده تو رو میبرم. تیمور نیت چی است؟ گفتم که دیدن تو. من تو رو نمیخواهم. ما جدا شدیم. همه کار خاتمه یافت. تو خودت میخواستی که خاتمه یابد. باز چی میخواهی؟ تو را دوست میدارم. محبت انسان را انسان سرایت میکند. از تو باشد بیماری هست. خیر یک مرتبه خطا کردیم، لکن اینقدر نازی بسیار کردنت به تو زیبنده نیست. خیر بگو همش رو گم میزنیم. تو رو به یک مکان عالی جناب میبرم تا بازدیم. چی خیلی میشود؟ پدرم چی خیلی این کارو کردند؟ نه پولمون نگذراندم. منتظری خبری تو هستم. فهما یگان کار نکن، انتظار شو. لبای سلام. برای اعلانی در روزنامه دادهتون آمدم برای کار. اعلانی خدمتگاران؟ بله با پدرت در تلفن صحبت کردم. منتظری من می باشد.
مرحمت. پدر اعلانه که سلام اولی جناب. خوش آمدید. مرحمت. با خدا خانم در این کوچه با نرخ 600-700 لیره خانه 4 حجرگی یافتن مشکل است. عین حال این خیلی خانه نیست. حتما در این کوچه میخواهید باشید؟ بله. خسرو خوشتامنم در اینجا زندگی میکنن. دور بودن نمیخواهیم. فهمیدم. نباشد خانه 3 حجرگی در یکم آشیانه باشد میشود؟ میشود. رقم تلفنتون رو دهید. اگر یکم خانه یابیم با شما زنگ میزنیم. مالش. نامتون رو گویید. فریده فیگل. یعنی 18 سال خدمتگار بودید؟ بله همین خیلی است. 3 سال در کندیچه، 15 سال در ایمیرگان، در یک کشک. نامهایشون را عرض کردم. بسیار خوب خانم جانان. در این کار تجربه زیادی دارید. عائله هایی که در خانه آنها کار کرده اید کم و بیش آنها را میشناسم. خودم را تعریف کردن نمیخواهم. در بهترین خانه های استانبول کار کردم. با بهترین انسان ها خدمتگاری کردم. میفهمم. خانه ما در نسبت خانه های آنها ساده می نماید. این خیلی نگویید. برعکس با ذوق در خانه شما کار میکنم. شما هم بسیار انسانی خوش معامله بودید. خانه ما زیباست. عائله ما بسیار هم ساده و عادی می باشند. در ما مراسم های با تنتنه وجود ندارد. من و دخترهایم بعد خوراک شام به حجره های خودمان می رویم. زوجتون چی؟ زوجم چندین سال پیش. خداوند رحمت کند. شوهری من هم چندین سال پیش دنیا را پدرود گفته بود. خدا رحمتش کند. خانم جانان من یک فکر کنم. لازم شود باز جغ زده وا میخوری. اگر شود شرط های خود را بررسی میکنیم. البته چه خیلی که شما میخواهید. اپا اوه شب زیافت است. چی خریده؟ پدرم در کجایند؟ در اتاقشون. چی شد؟ نپرس. تیمور به مکتب اومد. بعد؟ میدونی که دیشب با پدرم چی مصلحت کردند؟ نه اپا چی مصلحت کردند؟ تیمور بگاه ساعتی 8 آمده مرا به ضیافت میبرد. از این کار پدرم بخبرند. چی؟ من هم مثل تو حیران شدم نشه. اپا یگون چیز رو نفهمیدم. اون دادسیتان دروغ میگوید. پدرم این کار رو اجازت نمیدهند. پایهایش رو میشکند. اما نشکست. چون این کار نمیشود. کنی بینم پدرم چی میگویند. آقای امیر بگاه نمی آید؟ می آید. تیمور چی؟ نمیدونم. پدرم در اتاقشون هستند. اگر این شب جسارت کرده به سر دخترم بیایی پس میبینیم از این در صحت و سلامت میبرآمده باشی. پدر؟ لبای دخترم؟ پدر درست است که امشب تیمور اومده مرا همراهش میبرد. کی گفت؟ تیمور. باز هم به دیدار تو رفت؟ بله گفت که با پدرت گپ زنان کرده ایم. اجازه داد ساعتی 8 آمده میبرم تو را. آیا آن جوانی که دیروز در خوابگاه دیده بودم نمی آید؟ امیر می آید؟ از آنی که با این گونه فکرها سرت را گرنگ میکنی رفته خوراکت را تیار کن. پدر زودتر یاسمن به آشخانه.
اینجاست آقای دکتر. شما رو خرسند میبینم. حالم بسیار خوش است. با یک بانوی نازنین امشب واخری دارم. بسیار خوب. بخیر باشد. تیمور خوش به حالت. نفهمیدم پدرم چرا چیزی نمیگوید. من نمیدونم اپا. دلم تنگ شده است و دست نشه. یا اینکه به امیر زنگ زده گویم که نآید. عیب میشود. چی شما مسخره میکنید؟ پس اگر هر دویشون به خونه درآیند چی میشود؟ شرمنده میشوم. این درد سر از کجا پیدا شد؟ خیر میلش غمگین نشو. بر سر فرزندی آدم هرچی آید بگذرد. البته که برای تو آسان است. شوخی میفهمی. این خل گپ نزن اپا. آخر شما رو دلبرداری کرده ایستادم. بریدید. کنی بینم؟ خبوتیر نشو. بخیر است. انا بین خون ریزی سر شد. اپا کنی بینیم این شب چی میشود؟ توبه. اپا آرام شوید. بسیار فکر نکنید. خونه رو روبوچین کردن لازم است نشه. من خودم میروبم. امروز یک زن به خانه آمد برای خدمتگاری. کی بوده است کنی فهمان؟ نمیدونم. با پدرم صحبت کردن. از پدرم گپ گرفتن مشکل است. نپرسیدم. خوش آمدی خانم جانم. بخیر است. خانم مقبوله از پی جستجوی کار بودم. کار؟ چه خیل کار؟ در یک خانه با حشمت و محتشم کار را سر میکنم. باز همچون خدمتگار؟ بله. خانه خیلی زیبا بود. صاحب خانه نیست یک مرد خوش معامله و با تمکین میباشد. کاش که سراسی من نمیشدی در اینجا میستادی. تشکر جانکم. لیکن من در خانه های با حشمت در قصرها آموخته شدم. میبخشی لیکن دل من در این خانه تنگ شد. دخترم خوب هستی؟ خوبم. چی گپ و چی خبر؟ همش خوب است. صد شکر. می اومدگی و می رفتگی ها زیاد. وای دختر کی بود؟ دوگانه. وای با امیر یگون علاقه دارد؟ من از کجا میدونم؟ فریده دخترم گپ زن یگون علاقه دارد یا این که نه؟ هنگامی صحبت کردنتون شنیدم. او پرسید که امیر شب در خانه بود یا نه. فریده از همه کارتون با خبر میشه. مادر چی کار میکنی؟ یگان کار نمیکنم. گفتم کنی بینم چی دارم کار یافتم. بعد یک چند روز لباس هایم راجم کرده میروم فریده جان. راست میگویید؟ مگر خرسند شدی؟ نه جانکم. لبه خانم فریده من حسین اجاره دهنده. یک لحظه گوش میکنم. شما را خداوند دوست می داشته است. یک خانه یافتیم به خواست دیگه شما است. مبلغش چقدر است؟ 700 لیره. باز ارزان کرده می شد. 3 حجره دارد لیکن تاقایش کمی خورد است. هیچ گپ نه. من امروز اومده خانه رو میبینم. میلش انتظار می شویم. میلش. چیکار میکنی ها؟ تو خودت چیکار میکنی؟ از بوی بدی پارو دلم به حضور شد. آیا بغلتا پف کنی بویش میرود؟ از کجا دانم؟ در فیلم ها دیده بودم آنها میخیل میکردن. بس کن بازی کنی را. کار کن. فیلمت از سرت ماند.
خانه خرد مثل قوطی است. با نور آفتاب هم گرم می شود. مرحمت. اگر خواهید صاحب خانه حمام رو هم تعمیر میکند. فهمو. همین خانه رو میگیرید؟ بله، عین حال دیگر چاره نداریم. مایلش نباشد مثل پولش رو پیش پرداخت کنید. حاضر. مرحمت. تشکر. مبارک شد خانم فریده. برای شرطنامه بستن در اتاق کاری منتظر میشم. مایلش. این خیلی باشد کاغذ اعلان رو میکنم. مایلش کنید. شما به من خبر دهید، من همراه شوهرم میایم. حتما. مبارک شود. مبارک شود. رحمت. تا بازدید. مبارک شود خانم فریده. تشکر. سلام علیکم محمد دوستا. و علیکم السلام. خوش آمدی پسرم. خوش باشید. گفتم که یک شما رو زیارت کنم. خوب کردی پسرم، خوب کردی. مرحمت بشین. به گمانم مقصدی زیارت تنها برای علفشای نوشیدن نیست. از شهرت معلوم است که مشکلی دیگری داری. راستی گپ بله. امیر پسرم، زمین و آسمان بینم نمی شود، دل آدم بیغم. این از دل انسان وابسته است. وای، راستی گپ انیقش رو نمیدونم. پسرم کنی گذشته شی. بزرگان حکمتی دیگری دارد. پسرم، بحر بی موج نمی شود، سر بی درد. این حکمتی زندگی است. راست میگویید. گوش کن پسرم. شخصی که از محبت بیخبر است او بی‌مهر می شود. بله پسرم، بی‌مهر. پیش از آنی که صحبتمان را دوام دهیم باید از چای علفی که نودم کردم یک پیاله نوشیم. اپا بسیار هم زیبا شده ای. گوش کن، راستش رو گپ زن. راستش رو میگویم. از کجا دانم؟ گویا که این کرته رو بسیار دوست میدارم. لیکن با من معقول نیست. گوش کن، این رو نمیپوشم. کدومش رو پوشم؟ چرا میخندی؟ با فکرم که مهمون داره. ای فراموش کردم خوراک. گوش کن پسرم، عشق را با سخن افاده کرده نمی شود. شخصی که از عشق سخن می کند رفتارش تماما دیگر است. عشق این زیبایی است. عشق را تنها عاشق می تواند معرفی کند. یعنی من این خیل نیستم. پس نباشد عشق چه خیل خودش رو معرفی میکند. عشق مثل چشمه است که در درون جوش میزند. انسان تنها آب بیرون آمده را میبیند، لیکن برای اظهار عشق اصیل انسان باید در حقیقت عاشق باشد. اصلا از من این خیل نیست. ناگهان به این حال گرفتار شدم، منتظر هم نبودم. عشق این مهمان ناخوانده است که دیوانه و هوشیار نگفته به دل همه می درآید. آیید انتخاب همسر. گوش کن، زنی خوبی فرمانبری پارسا کند مردی درویش را پادشاه. دل آرام بود زنی نیکخواه، ولی از زنی بد خدایا پناه. اگر رود و زنی بد رو انتخاب کنم چی؟ این گونه زنها ظاهرا زیبایند، باطنا مثل دودی سیاه. به هر جایی که قدم میهند نقص میارند. امک، شما سخنی خوبی گفتید. چخیل این گونه انسان ها را از یکدیگر فرق کنند. تو دلت را گشاد گیر، نیتی خوب کن. زنبور در کجا نشستنش را فکر نمی کند، لیکن
رفته در بالای گلها می نشینه، نه در بالای افلاسی ها. تو جوانی عاقل هستی، خوب را از بد فرق میکنی انشاءالله. در خونه تنها بیبی هم باشد؟ بله. چرا به خونه خودش نمی رود؟ خودش خونه ندارد، درد سری ما شد. اوف ای شیرین کنی من، جانا کنی من، کنی اینجا بیاید، اینجا بیاید. آیا بیبیاتون رو یاد نکردید؟ چی شد بچه ها؟ برای شما شده اوچه هم رو از خونه راندند. آمینا جان، اوچه خودش رفت. شما اوچه همون رو غمگین کردید، بسیار گریه کرد، برای همین ما رفتیم. غمگین نشده، ما با مادرتون آشتی کردیم. آشتی کردید؟ آشتی کردیم؟ ها، آشتی کردیم. راست میگوید؟ مثل پیشینه باز همراه میشویم. به خانه برمیگردیم. کودکا زودتر به خانه. آخر بیبی به خانه گفتم زودتر. خانم نباید بیهوده هوس نخور. شرف و فریده دیگر به خانه شما بر نمیگردن. این گباز از کجا برام؟ فریده خانه اجاره گرفت، سلامت باش. خدایا توبه، چرا این کار رو کردم؟ بسرم این کار ناومده بود. نخواد که فریده این خیل کار کنده. شف نکنه شفتاله گوی. آقای خیردین، فریده و شرف یک جا شده، زیدی سخنهای تو بر آمده. چیکار کردن؟ فریده خونه اجاره گرفت. چی؟ راست. خونه اجاره گرفتن؟ فریده؟ من نگفته بودم که نروم. من هم حیران شدم، لیکن من باشم حیران نمیشم، زیرا با تو باور نمیکنم. برای چی باور نمیکنی؟ آیا من دروغ میگویم؟ آیا دروغ نگفته ای؟ من این دروغ رو از خانم جانان شنیدم. به فکرم مادر از چیکار کردن دختر با هر دوی شما نیرنگ بازی میکنید. اختیارات آقای خریده. خدا میداند که او کودک رو گرفته به کجا میرود. وقتی که نبی رهایت رو یاد کردی بعد نگوی که نگفته بوده. مزه خوروب رو بیچش. الان پخته است اپا؟ بسیار پخته باشد. نه، مثل همیشگی. یعنی بیمزه شده است. اپا، خوراک رو یک طرف مونه، تیمور هم اویه چی می شود؟ به خاطرم نیار، پدرم نیز هیچ چیز نمیگویند. دخترها؟ پدر؟ خوراک بسیار هم بوی خوش میکند. با گمانم مهمان ممنون می شود. پدر، تیمور می آیند؟ تیمور اگر زیستن خواهد نمی آید. حاضر می آیم یاسمن.
خوش آمدی پسرم. شما بخیر پدر. از تو هم پسرم. آقای خیردین با کجا؟ فریده، پدر من نزد تو آمدم. بخیر است انشالله. یک خبر شنیدم. خانم نباهت از مادرت شنیده است. چی خبر شنیدید پدر؟ گویا فریده خانه اجاره گرفته است. باور نکردم، لیکن شبهه کردم. گفتم که راستش رو از تو پرسم دخترم. پدر این راست است فریده؟ من چی کار کردنم رو ندونستم. نباشد راست بوده است. من گفته بودم که این خیلی کار نمیکنه، لیکن خیر خودت میدونی دخترم. پدر بخیر است پسرم. با خواستگاری می روی؟ باز این گپ از کجا برآمد؟ هیچ. یگان مرتبه تو را در نزد آینه این خیل ندیده بودم. با مهمونی می روم. تمام. نامش چی بود؟ یاسومن؟ پسرم آیا من بگانه هستم؟ کنی فهمان؟ امیر پسرم با تو میگویم. پسرم این دختر از کجاست؟ نمیفهمونی ها؟ نمیفهمونی؟ امیر بخیر است پسرم؟ پدر وقتی که برگشتم همش رو میفهمونم. میلش تو بزدید پدر. آقای خیردین بخیر است. فریده خانه اجاره گرفته است. وقتی کاری تمام شد. آه هی پایان شبی سیاه سفید از شکر خدا. این خلط شدی نکن. تو میدونی که پگو چی کار میکنی؟ چه خیر؟ باز پارو میکشم. از این دیده کاری بدتر است. شرف رفیقی؟ لبه مرا صاحب زمین آقای غنی روان کرد و کالاتش در دست من. با چی؟ زمین رو به فروش مانده است. اگر خریداری نکنید خواهش کرده است که اینجا را خالی کنید. اپا بسیار هم زیبا شده اید. تشکر. همه چیز تیار است؟ بله. من میکشویم. امیر اومد. اپا تیمور نباشد. من میکشویم. میلش
شام بخیر. شام بخیر. خوش اومدید. خوش باشید. خوش آمدی بچه خوش. خوش باشید جان. مرحمت. تشکر. بایشو اکرام رحمت خوردن گیر وقتی که تمام کردی بعد گپ میزنیم. بخیر است. همه گپ رو گفتم. باید به یک سوال پاسخ دهیم. از دخترم نپرسیدم. از کی باز با یاسمن شناسایی دارید؟ راستی گپ به نزدیکی شناس شدیم. با کدام واسطه شناس شدید؟ وای مسئله پیش آمد و ما با یکدیگر. من میبینم. تو ایست. من خودم. آقای مدحت در را باید یاسمن میکشد. پدر؟ سلام یاسمن.